نیلو یه چی بگم؟ حس میکنم دارم میپوسم، همه چی یه طوری شده. راستش نه کار درستی دارم نه تو رابطم، اصلا حوصله خودمم ندارم، تو بی انگیزه ترین حالت ممکنه. میدونم حس بدیه، ولی بذار یه چیزی بگم. نه اثر دلخوشی‌ها، اثر فهمیدن و تجربه کردن. بگو، فقط تو رو خدا نگو همه چی درست میشه ها، مگر نه با همین گیلاس خودمو خفه میکنم. آسیب نبینی یه وقت. باشه نمیگم همه چی درست میشه، ولی حرفم هم میدونی چیه؟ تو از پس این هم مشکل بر اومدی تا الان، پس یعنی هم مشکلاته که قوی تری. فقط این که الان فقط خود خسته ای. فکر نکن چون خسته ای ضعیفی، تو آدمی نه ربات. آدم هم بعضی وقت خسته میشن دیگه، یا اینم طبیعیه. باید یه خورده تنها باشی تا برگردی به حالت کارخونه. ولی این حجم از انرژی منفی منو خسته کرده. پس وقتشه یه برنامه سفر بچینیم، پریسا خانومو شادش کنیم. میدونی تو تنها کسی هستی که حرفات مثل آب رو آتیشه. بقیه همیشه مسابقه من از تو بدبخت‌ترمو میذارن. چون تو اون دوستی هستی که وقتی حالش بدم باز به حرفای من گوش میده. این یعنی هنوز امید داری، فقط یه خورده خسته ای. همه چی درست میشه.